8 نوامبر رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم سید ابراهیم رئیسی با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آوردند. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در میدان قصر ملت که به خاطر پذیرایی مهمان ادانه آرای یافته بود برگزار گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه استقبال گرفته به بالای شاهصفه فخری دعوت نمودند. برای استقبال از بین آماده باش. پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران باتالون قراولی فخری با مناسبت تشریف رسمی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر باتالون قراولی فخری پادپالکونیک حفیظ‌زاده. سلام علیکم. شکر. رئیس مجلس ملی مجلس عالی، رئیس مجلس نمایندگان مجلس نماینده مجلس، ناظر سیاسی آقای رسولی